از زمانی که درگیری بین ایران و اسرائیل آغاز شد، جهان به سرعت در حال تقسیم شدن. دو جبهه کاملا مشخص در حال شکل‌گیری هستند. یک جبهه در کنار ایران ایستاده‌اند و جبهه دیگر از اسرائیل حمایت می‌کنند. روسیه اولین کشوری بود که از ایران حمایت کرد و آشکارا اقدامات نظامی اسرائیل را محکوم کرد. مدت کوتاهی پس از آن، پاکستان تنها قدرت هسته‌ای مسلمان حمایت قوی خود از ایران را اعلام کرد. پس از آن، چین همکاری کامل خود، اطلاعات ماهواره‌ای و کمک‌های استراتژیک را ارائه داد. حتی کره شمالی نیز وارد عمل شد و حمایت کامل خود را اعلام کرد. اکنون کشورهایی مانند ارمنستان، بلاروس، لبنان و یمن نیز به سرعت به دنبال آن قاطعانه در کنار ایران قرار گرفتند. اما در این میان اسرائیل هم منزوی و تنها نیست، زیرا ایالات متحده به سرعت واکنش نشان داد و حمایت کامل خود را متعهد شد. بریتانیا، فرانسه و هند نیز به آنها پیوستند و موقعیت اسرائیل را تقویت کردند. سپس کشورهایی مانند برزیل، مکزیک و آذربایجان نیز برای حمایت از اسرائیل پیش قدم شدند. دو اتحاد قدرتمند، یک درگیری رو به تشدید با پتانسیل باز تعریف دینامیک‌های بین‌المللی. به نظر شما عاقبت این درگیری و تنش‌ها چه خواهد شد؟